السلام عليكم عزیزان سلامت خانه و سلامت باشید. همین که دکتر کوی گپ خشو گپ زد گفت که اگر که ما که درباره احترام پدر و مادر رو که گپ نزنیم پس کی درباره احترام پدر و مادر گپ میزنه؟ ما بلوگرها در همین شبکه‌های اجتماعی برای یک چی میگن لایک برای یک چی بسیارتری ما نمیبریم. من لایک به شما میگم که ما نمیتونیم که دیگه آدمو تماشا کنیم. این خاص من یگان سوپر کار نمیتونم که از این یوتیوب برای همین شما میگم که لایک مونی که دیگه آدمو تماشا کنیم. برای همین ویدیویی که درباره احترام پدر و مادر اینستاگرام لایک مونی و دیگه در دیگه چی میگن شبکه‌ها چی شود ها گردد بعد وای تجلیس کنید دیگه آدمو تماشا کنن. برای که اگر وقتی که شما تجلیس نمیکنن که دیگه آدمو که تماشا نکنن پس این ویدیو پهن نمیگردد و انسان هم با خبر نمیشن از احترام درباره احترام پدر و مادر. احترام پدر و مادر این برای ما در جای یکم ایستاد. پس ما که نگوییم گفتی دکتر کووید کی میگوید شما درباره احترام پدر و مادر؟ همه همین چیز اکثریت همین ویدیوهایی که در همین چی هستن در همین یوتیوب هستن همشون چی هستن در برای رقص بازی و رکلام و چیشون فقط میگذارند و نشون میدهند. می‌بینی کسی که رقص بازی نشون میده یا کرته فسونی که مودش نشون میده میلیون چی دارد پرسموتر دارد میلیون پادپیشک دارد. پادپیشکای مولی گفته بودم شما در وقتی که 600 کس شنیده نه این 700 چند کس شنیده подписчикой ما ولی هزار تا شدگی نیست میلیون اوس است. برای این به شما گفتنیم که بکنین تجلیس کنین همین چرا ویدیو رو میبخشین درباره احترام پدر و مادر و لایک مونین که دیگه چیزا در راه در دیگه چی میگن سایت دیگه آدم‌ها که تماشا کنن و ایشون نه سایتشون نه بخیل باید نشم میگیم که بخیل تنگ هستن. من دویم درباره پدر و مادر گپ میزنم در شما و کسی معقول هست نیست اما شما که نمیگین کار شما لیکن ما باید گوییم شما که در حالت فرام است که باید رسانه باید آوردنش رو با انسان ها منفیت میاره. بله باز من به شما میگم که ما باید که باید رسانه من به شما از تجربه خودم میگم که خوشبخت میشوید. من اینقدر جای شروع با سرگشت میکنم شما با پدر و مادر میگد که علم‌هایی که یک علم را در کتابش خواندم چند همین علم‌ها بسیار میگن که من هر چی که شدم میگه از دوی پدر مادر شدم. منم به شما میگم که من هر چی که به دست آوردم در حیاتم از بزرگی دوی پدر و مادر. پدرم دوی بنا نیستن که مکتب رو ناز خوندتر جان دو میکردن که مکتب رو بابای خوب اول خونیان دوی پدرم میکرد. مادرم میگفتن که برای بهای سه مکتب باید نروین برای سه مکتب میروین. مادر رحمتی هم میگفتن با دوی تشویقات و با چی میگن دستگیری پدر و مادر با دوی پدر و مادر هر چی که شدم به قوه با من رفتن هستم با دوی پدر و مادر. کسی که در جهان خوشبخت است که اگر پرسیدی چگونه خوشبختی رو به دست آورد میگه که با دعای پدر و مادر. بله با دعای پدر و مادر. برای این خوشبختی انسان در پول و مال نیست. خوشبختی انسان در چی میگن زر و زیور نیست. خوشبختی انسان در خوشرو خوردن خوشرو گشتن نیست. خوشبختی انسان در آن است که رضایت الله تعالی رو به دست آورده باشیم. رضایت خداوند. بله ما در این دنیا چگونه که زندگی نکنیم گفتی رحمتی مادر ما و پدر من که یک روز این دنیا رو پدرو میگیم میرویم هست لیکن باید که ما یک نه پدرو گیم دنیا رو که ما خوشحال از این دنیا رفته باشیم. پدر مادر ما از ما خوشحال رفته باشه نه که پدرو گیم پدر مادر ما از ما خوش رفته باشه بعد دویم در مشکلی. یگان بار دید که ما در همین ویدیو ما گیره کنم که ما چیز ندارم خونه ندارم و بعد بخورسانی میگم که الحمدلله که در کوچه نیستم گوش نیستم در کوچه خواب نمیروم گوشنه نیستم. بله این از یک شناسه قطعی آخری داشتم وی پی اینم کار موندگی بود اومدن که وی پی این اساس کنم در مغازه خسرو خوردم. اینم چی میگن نعمت الله تعالی است. دیدی شهری ما رو اینم خیلی اینجا دنبال دیگه هست. دیدی اینو چی باشم چون اینجا خوردم وی پی این ما کردن سس کردن دادن برای که وی پی این در واتساپ و در تلگرام قطعی هیچ کس قطعی در چیز برمونده نمیشد که برای اومدم در اینجا گفتم برایش میاد ویدیو کنم احترام پدر مادر رو به دست خوشبخت‌ترین انسان در دنیا خواهید شد. اینم از تجربه خودم میگم خوشبخت میشید و هیچ کس به شما همین خیلی گپی گنده گفته نمیتونه برای که الله تعالی شما روزی. بله
خوشبختی انسان چی است؟ در رضا کردن الله تعالی. الله تعالی میگه که در آیه قرآن خداوند راضی است از آن نفرانی که از آن نفران پدر و مادرشون راضی باشد. تصور میکنید که الله تعالی از ما راضی باشد، پس ما چگونه انسان میشویم؟ خودتون میفهمید که الله تعالی که خرسند باشد از بنده چی میشد؟ سعادتمندی دنیا و قیامت رو به دست آوردگی میباشد، به دست آوردگی شمرده میشود. میادن شما